خوبه جرقه نره. بزن. سویچ باز کن. خوبه ببند. بنزینم میاد. خوبه لامپو خاموش کن. اشکان بزن. خوبه جرقه نره. ببین کوئل اگه مشکل داشته باشه هیچ وقت هر چهارداش یهو از کار نمیفته. ایسیو واسه اینکه تشخیص بده کی جرقه بزنه باید بدونه که میلنگ تو چه وضعیتیه، پیستون تو چه وضعیتیه. این اطلاعات و سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ به ایسیو میرسونه که معمولا روی گیربکس روبروی فرایویل نصب میشه. فرایویل مهم نیست، این دنده های تریگرن که مهمن. نحوه عملکردش